سرخط خبرها: واکنش‌ها به اخراج سفیر ایران از استرالیا. چین میزبان پوتین رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هند. اخراج 70,000 مهاجر افغان از تهران. اعتراض گسترده مقامات ایرانی از نبود کارگر در سراسر ایران. سلام و وقتان بخیر بیننده های محترم، به این مجموعه خبری خوش آمدید. عباس سراغچی در واکنش به اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران از استرالیا در شبکه اکس نوشت: من عادت به همسویی با جنگ طلبان ندارم، اما نتانیاهو در یک مورد درست میگوید. نخست وزیر استرالیا واقعا سیاستمدار ضعیفی است. او افزود ایران میزبان یکی از قدیمی ترین جوامع یهودی جهان با دهها کنسیه است. متهم کردن ایران به حمله به چنین اماکنی در استرالیا در حالی که ما در کشور خودمان از آنها حفاظت میکنیم هیچ منطقی ندارد. سراغچی افزود ایران به دلیل حمایت مردم استرالیا از فلسطین هزینه میدهد. دولت کانبرا باید بدانند تلاش برای راضی نگه داشتن رژیم به رهبری جنگ طلبانان فقط به نتانیاهو و امثال او جسارت بیشتر خواهد داد. پیشتر آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دست کم 2 حمله یهودی ستیزانه سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران انقلابی اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. روزنامه کیهان زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای در واکنش به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا نوشت: ایران هم باید سفیر انگلیس را تنبیه کند. کیهان علت این موضوع را وابستگی استرالیا به بریتانیا عنوان کرد. این روزنامه حکومتی اضافه کرد این اقدام استرالیا برای خوشایند اسرائیل و تحت فشار این کشور انجام شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین هفته آینده میزبان ولادیمیر پوتین و ناراندرا مودی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواهد شد. نشستی که به گزارش رویترز قرار است نمایش بزرگی از همبستگی جنوب جهانی باشد و همزمان به روسیه تحت تحریم کمک کند یک پیروزی دیپلماتیک دیگر به دست آورد. و گزارش رویترز بیش از 20 رهبر جهان از کشورهای آسیای مرکزی، خاورمیانه، جنوب و جنوب شرق آسیا برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر بندری چین دعوت شدند. این نشست از 31 آگوست تا 1 سپتامبر برگزار می شود و نخستین سفر مودی به چین پس از بیش از 7 سال محسوب می شود. سفری که در ادامه تلاش ها برای کاهش تنش های مرزی پس از درگیری های مرگبار سال 2020 صورت می گیرد. مقام ایرانی از اخراج 70,000 مهاجر افغان از تهران خبر داد. رئیس پلیس تهران اعلام کرد که 70,000 افغان بدون اسناد اقامتی از این شهر اخراج شدند. عباس علی محمدیان با تاکید بر ادامه طرح اخراج شهروندان افغان فاقد مجوز اقامت گفت که روزانه بین 700 تا 800 تن در این شهر شناسایی می شود. این مقام ایرانی گفت که تاکنون 70,000 تبعه بیگانه در تهران جمع آوری شدند، اما تعداد افرادی که به طور قطعی غیر قانونی شناخته شدند کمتر از این رقم است. بر اساس آماری که فرمانده انتظامی تهران اعلام کرد، پلیس ایران شمار قابل توجهی از شهروندان افغان که در تهران ساکن بودند نیز به دلیل نداشتن شغل و افزایش نظارت‌ها داوطلبانه ایران را ترک کردند. رئیس پلیس تهران گفتند که با اجرای طرح جمع‌آوری مهاجران بدون سند اقامتی حضور آنان در میادین و تفریحگاه‌ها از جمله میدان آزادی کاهش یافته است. آقای محمدیان همچنین هشدار داد که به کارگیری اتباع بیگانه غیرقانونی در واحدهای صنفی به ویژه در اغذیه فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و رستوران‌ها جرم محسوب می‌شود. در صورت مشاهده محل کسب و کار پلوم خواهد شد. او تصریح کرد که استفاده از اتباع خارجی صرفاً در صورت داشتن مدارک قانونی، گذراندن مراحل بهداشتی و آزمایش‌های لازم امکان پذیر است. رئیس پلیس تهران گفت که اجرای این طرح با هدف تحقق سهمیه تعیین شده برای تهران در چارچوب برنامه کشوری اخراج 2 میلیون تبعه غیر قانونی تا پایان سال ادامه خواهد داشت. اتباع خارجی پس از خروج از ایران نباید بلافاصله امکان بازگشت نداشته باشند. نماینده مجلس ایران در ارتباط به حضور اتباع خارجی ضمن پرهیز از افراط و تفرید در بیان موضوع، خروج اتباع غیر قانونی باید به صورت نظاممند باشد که اتباع خارجی پس از خروج از کشور بلافاصله امکان بازگشت نداشته باشند. استفاده اتباع خارجی قانونی و غیر قانونی از انواع و اقسام رایانه‌ها بخشی از ناترازی‌ها در حوزه انرژی،
مسکن و کالاهای اساسی را رقم زده است. این مشکل باید هرچه سریعتر با تدبیر دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول حل شود. اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از ایران در ماه‌های اخیر شتاب گرفته. نه تنها بحران انسانی ایجاد کرده بلکه بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله ساختمانسازی، کشاورزی و خدمات شهری را با کمبود نیروی کار مواجه ساخته است. کارفرمایان و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که این تصمیم بدون برنامه‌ریزی جایگزین می‌تواند به کاهش کار، افزایش هزینه‌های تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر شود. علی اکبر پورجمشیدیان قایم مقام وزارت داخلی ایران اخیراً اعلام کرد که بیش از آغاز عملیات اخراج بیش از 6.5 میلیون افغانستانی در ایران حضور داشتند که حدود 2 میلیون نفر آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند. و این مهاجران فاقد مدارک را مشکل اصلی ایران عنوان کرد، اما در عین حال اذعان داشت که بسیار از کارفرمایان ترجیح می‌دادند از نیروی کار افغانستان استفاده کنند. این در حالی است که اخراج این مهاجرین برخی ولایت‌های ایران را با کمبود نیروی کار مواجه کرده است. کمبود نیروی کار در صنعت ساختمان. ایراج رهبر رئیس کانون انباشت‌سازان تهران بیان کرد که بیش از 50% کارگران ساختمانی در تهران از اتباع افغانستانی بودند. وی تاکید کرد که با اخراج این کارگران کار در صنعت ساختمان کاهش یافته و برخی پروژه‌ها دچار وقفه شدند. رهبر افزود که جایگزین کارگران ایرانی زمانبر بوده و هزینه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و گفته وی دستمزد کارگران ایرانی 2 برابر کارگران افغانستانی است و کارفرمایان مجبورند برای جذب نیروی کار ایرانی دستمزدهای بالا پرداخت کنند. پیامدهای اقتصادی اخراج مهاجران. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران تنها در ماه‌های گذشته بیش از 450,000 مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدند. این اقدام باعث کاهش شدید نیروی کار در پروژه‌های ساختمانی، خدمات شهری، کشاورزی و مشاغل سخت شده است. برخی کارفرمایان اظهار داشتند که با ترک اجباری کارگران افغانستانی فعالیت بسیار از پروژه‌ها متوقف یا به کندی پیش می‌رود. بر اساس گزارش صندوق بین المللی کودکان، سازمان ملل متحد یونیسف اخراج مهاجران افغانستانی همچنان بحران انسانی گسترده ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 5000 کودک از والدینشان جدا شدند و بسیار از خانواده‌ها در وضعیت بی‌سرپناهی و بدون دسترسی به آموزش، خدمات درمانی و مدارک هویتی باقی ماندند. رفتار ماموران با مهاجران در بسیار از موارد همراه با خشونت و تحقیر گزارش شده است. مهاجران افغانستانی و اتهامات امنیتی. مقامات ایرانی اخراج مهاجران افغانستانی را به عنوان مدیریت مهاجرت غیرقانونی عنوان کرده. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام بخشی از یک سیاست داخلی است که در واکنش به فشارهای اقتصادی و اجتماعی بحرانها را به عنوان عامل خارجی نسبت می‌دهد. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران اعلام کرد که در 3 سال گذشته حدود 3 میلیون مهاجر غیرقانونی از ایران اخراج شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهاجران افغانستانی سهم عمده از نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را به خود اختصاص دادند. از مشاغل ساختمانی و کشاورزی گرفته تا کارخانه‌های تولید کوچک و کارگاه‌های صنایع دستی، حضور این مهاجران عملاً خلای بزرگ در بازار کار پر کرده بودند. با اخراج این نیروها بسیار از صنایع با کمبود نیروی کار مواجه شدند. افزایش هزینه‌های تولیدی ایران. با خروج کارگران افغانستانی، کارفرمایان مجبورند به استخدام نیروی کار ایرانی با دستمزدهای بالاتر و پرداخت بیمه هستند. با گزارش روزنامه همشهری، این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت محصول شده است. به عنوان مثال در صنعت ساختمان حقوق کارگران افغانستانی روزانه حدود 700,000 تومان بود، در حالی که این رقم برای کارگران ایرانی به 1,200,000 تومان میرسد. آریا صادق نیت حقیقی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد کرد که دولت و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت نیروی کار انجام دهد. وی تاکید کرد که تصمیمات هیجانی بدون بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی میتواند به صنایع کوچک و متوسط آسیب جدی وارد کند. در ماه‌های اخیر با تشدید بحران‌های امنیتی، نقش اتباع خارجی غیرقانونی در ناآرامی‌ها و تهدید امنیت ملی برجسته شده است. بر اساس آمار وزارت داخلی ایران، بیش از 4 میلیون از 6.1 میلیون اتباع خارجی در ایران فاقد مدارک قانونی هستند. در سال گذشته خورشیدی بیش از 559,000 افغانستانی اخراج شدند.
و تنها در 5 روز اخیر 72,000 نفر از مرز دوغاران بازگردانده شدند. به گزارش مشرق نیوز، مقامات امنیتی برخی اتباع را به اتهام خرابکاری و جاسوسی بازداشت کردند. وزیر داخلی ایران بر لزوم تشکیل سازمان ملی مهاجرت و برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف تاکید کرده است. ایران همچنان در حال دیوارکشی مرزهای شرقی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد خواستار تامین فوری بودجه برای کمک به ده‌ها هزار افغان شده است که در ماه‌های اخیر مجبور به بازگشت از ایران و پاکستان شدند. ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر اخراج اتباع افغانستانی را تشدید کردند و بیش از 4 میلیون افغان در 2 سال گذشته بازگشتند.